امروز قراره که من و پارسا با هم دیگه چالش‌های مختلفی رو انجام بدیم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید چون که چالش آخری هست. ویدیو از این قراره که اینجا موضوعات نوشته شده شیر یا خطه. خب ببینید مثلا این که این میگه مثلا شیر میگه منم خط میگم. هر وقت من بیافتم شیر باشه هیچ. مثلا من بگم شیر بیافته هیچ. من موضوعاتمو میندازم داخل نایلون و کنسل میشه. پارسا انجام میده. و اگه برعکس باشه من خودم موضوعاتمو انجام میدم پارسا لغو میشه موضوعاتش. بریم موضوعات برداریم. وای زود باش. بیا کار بذار. خب باز نکن. شیر یا خط؟ خط. خب آها شیر. خب من الان مجازاتمو میندازم توی نایلون و پایتون کشتن یا خواستم ادای المبره بریم. خب آقا پارسا برو ادای اینجا نه یعنی اونجا همه ببینن. خب ببین اونجا همه ببینن. درست آقا پارسا رو دادیم. ببین بیا اینجا دو میری کنم اون صندلی ببین اونجا. خب میریم اونجا. خب برو اونجا. اما موقع تقریبا با صدای بلند برو منم اینجا نه تست دعوا باشه میام. من اهل دعوام خودت میگم. پارسا رو بگاه دادی. برو قشنگ یاد بده. نایلون بردار از جیبم. نه مجازات برداشتم. نایلون بردارم واسه خودم بندازم. هنوز اینم بگم از یادم رفت بگم دوستان هر دومون یه دونه شانس اسکیپ یا همون یه دونه شانس میتونیم که رد کنیم اون مجازاتو. خب اگر مثلا پارسا رد کنه مجازاتو پارسا رد کنه مجازاتو. خب پارسا اگه رد کنه مجازاتو تا آخر ویدیو من میبینین یه دونه مجازات سخت میدم بهش باید انجام بدیم. اگه هر دومون اسکیپ کنیم برو به یکی بگو آقا میگه به یکی میگه که به خود بده. خب آقا پارسا به کی میگه ببین برو اونجا. خب ببین اونجا. خب برو ببین پیرمرد بیا بیا پارسا بیا پارسا نفس. آقا ببینید داره میپیچونه. میتونه شانس اسکیپ تا امتحان کنه دیگه. اسکیپ کرد آقا پارسا. اینا بده به من بنداز برو دیگه. هیچ دردی نمیخوره. خب بریم واسه یه مجازات زنی میتره خوش شانسم. هیچ یه دونه مجازات انجام نمیدم. الان یکی میاد برو فیلمر داره ببوس. اون وقت دیگه من باید اسکیپ کنم. بیا دیگه اینم بگم آخر ویدیو نباید مجازاتی که تو این کاغذ نوشته شده رو انجام بدیم یا بگیم مثلا انجام بدیم. این مجازات جدید و خفن. آقا پس من حرف بزن دیگه. خجالت نمی‌کنی. نه حرف نزن. یه دونه هم به پارسا بدم. من میدونم دیگه خودم نمیرم. پارسای بدبخت. آقا پارسا رو ما آوردن تو این ویدیو فقط چی مجازات کنیم. باشه. هوا خیلی یخه. خب دستام هم یخ زده دوستان. دیگه هیچی رو حس نمی‌کنم. خب آقا پارسا شیر یا خط؟ شیر. شیر؟ دوسته من این بلد نیستم آقا. شیر من ای دافی جانس. آقا همه قراره که مجازات انجام بده. یک با هم دیگه باز کنیم. دستم خیلی یخ زده. صدای حیوان در بیار. زون از این راحت تر بخوابنده نده. خب آقا بریم کجا صدا رو من از همین بعد میریم همون جایی که
منو بردی. در کینه داره رنگزا نداره. برو پیش اون صندلی قرمزه. همونجا. اون صندلی همینجا قرمزه. وایسا دیگه. من پیش اون صندلی زردم تو میری پیش صندلی قرمزه. آلی برن دیگه کنار اون زرده دیگه نامرد نباش. باشه برو کنار زرده. تو بمون دیگه اینجا بمون. من اینجا هنوز چه حیوانی در بیارم؟ سگ. اون دیگه تخصص خودته. محکم 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 من بلند محکم. آفرین جیسی آفرین. خب آقا اینا انجام دادیم بریم واسه مجازات سوم چهارم سوم کدومشه؟ این از من عمک‌تره. چهارم. خب بریم واسه سوم. آقا ما انجام دادیم. دوستان میدونید چیه جالبش خدا؟ جالبش این دوست که هیچ کس خب الان میبینید یه چند تا آدم ها هست چون هوا هم خیلی سرده دستم هم یخ زده. سگ نمیاد بیرون بین هوا. اومدیم واسه آقا همین ویدیو بگیریم. آقا ببینید هیچ کس این وسط نمیاد من فقط توی این وسط ما و اون چند تا گرگای ناز بودم. خب بریم واسه مجازات سوم و چهارم نمیدونم دوستان بریم واسه مجازات سوم بریم. ببخشید من یکم سر صورتم قرمز شده هوا خیلی سرده. ببین دستان دیگه حس نمی‌کنه. انشالله ویدیوهای جذاب‌تر و خفن‌تر توی هوا گرم میشه میگیریم و اینکه اوایل کارمونه بیشتر مثلا نمی‌تونیم ویدیوهای جذاب بذاریم. همتون می‌دونید که فیلم بردار و بعضی مخدوریتا یک شو بده به من هی باز می‌کنی. خب اونم بده به من. بچه چند تا مونده؟ بچه دو تا مونده. شیر آخه آه من این سری تو خودم شیرم. شیرم نکاشمون شیر. خب من شیریه تو من شیره بودم. خب آقا بریم ببینیم مجازات چیه. باز کن ببینیم مجازات باز کن. سکه رو بگیر. میدونی تا سکه‌ای داریم آه حضرت ابا تو قورباغه رو برو 5 دقیقه. 5 دقیقه پاهم نمیکشه هوا سرده. یه دقیقه گوشی تو در بیار تایمر رو بزن. خب تایمر رو زدم بیا. حاجی قشنگ بابا قشنگ بشین بعدش برو بشین قشنگ بشین زیاد نفر احمد. بابا چقدر ما این مقتده موتودی اینو درست کنم احمد. 1 دقیقه شد بریم ما یه دستامون رو گرم کنیم بیاییم. آقا دستامون رو گرم کردیم هیچ اثری نمید. حتما زیر این ویدیو بنویسید که ویدیوی بعدی چی باشه. آقا پارسا من عاشق ماهیگیریم بگو ولاگ ماهیگیری باشه. اینو فقط چیه میتونم بگم برای کانال. اوه بیا یکیش بسید یا گوششو دیدم. خب آقا بریم. آقا پس شیر آخر واسه خودت این خط برداشت خود خط چیز من شیرم. آقا شیر منم خط دیگه پس شیر گفته و شیره دوستان همونطور که مشاهده می‌فرمایید آجی دستام نمیگیره. من اینو پرتش میکنم. چرا اینو بر آقا یه فنون این دوستان چقدر مغزت عقب مونده. آقا با یه دونه عقب مونده داریم ویدیو میگیریم. آن 2 تا مونده دوستان 2 تا مونده. وای آقا بریم ببینیم دیگه رد داده قلبم توی 870 نفتم. احمد برای شما تو این سرما داریم ویدیو میگیریم لایک و ساب یادتون نره. چیه اونو با یکی رندوم میرسه 100 طرف. آره آقا بریم پیدا کردن آدم مورد نظر. بریم یه زن میگیم
آقا ما هیچ کسی هم پیدا نکردیم و به هیچ کسی هم نمیتونیم و من اول اسکیپ دوستان اسکیپ کردیم اون یکی رو برای اینکه دوتا کلا مونده مزازتمون دیگه شیگه خط نمیداده دوتاش هم یکیشو تو یکیشو من میگیم واه این چند هستم نگاه نکنید دوستان افتاد واسه تو بچه 3 تاست اینو نه اون دیگه رفت اون دیگه رفت اونو دست نزن بیا خب فرصت زون من باز میکنم بعدش گوشی میگیریم تو باز کنم دوستان اینم بگم واقعا ببخشید هیچ ما دوستی هم نداریم بیایم یه فیلم بردار ماشه این میدونی کدومشه همونی که اول بود تو گفتی دیدم گوشش بود همون برو به یکی از پیرمردا دست بده اینو پارسا خیلی دوست بیا مجازاتمون عوض کنیم این پارسا گفت مجازات رو تغییر کنیم ولی نمیدیم برو به یکی علکی گیر بده آقا این دیگه واقعیت نداره خب عوض کنیم اول تو میری به عوض یکی گیر کنیم میدی نه دیگه مجازات نمیشه بیا آقا ببین میری همون جایی که پینگ پونگ بازی میکنن چی میگی بزن میگه اصلا بگیم سلام شفی هست سلام خدافظ ما یه دو نفر رو پیدا نکردیم که بهش گیر بدیم هست ولی نیست آقا ببینید پارک همه جا پره خب ما هم خب میدونید نمیخوایم بریم به کسی که از میره بگیم چون شاید میخوام احسن نداشته باشه بابا میزنه میکشه مثلا میخوایم به کسی بگیم که مثلا حوصله داشته باشه مثلا مغازه داری چیزی باشه بدیم گیر بدیم مثلا طرف راه میره من به چیش گیر بدم به راه رفتنش گیر بدم خب آقا حتما توی ویدیوی بعدی حتما من و پارسا ادامه این داستانو میریم توی ویدیوی بعدی من توی ویدیوی بعدی خب اگه دوست دارین این ویدیو من توی ویدیوی بعدی خب اگه دوست دارین این ویدیو چی؟ احمق پارت 2 پارت 2 این ویدیو رو بسازیم حتما لایک و سابسکرایبتون نره و کامنت هم حتما بذارید خدا نگهدار خدا نگهدار